در سال 1898 نویسنده ناشناس به نام مورگان رابرتسون رمانی نوشت با نام بیهودگی. داستان درباره کشتی عظیمی بود به نام تایتان، سریعترین و بزرگترین کشتی زمان خودش. در داستان تایتان با یک کوه یخ برخورد می کرد و به دلیل نداشتن قایق نجات کافی صدها نفر جان می باختند. اما چیزی که این داستان رو عجیب میکنه اینه که 14 سال بعد در سال 1912 کشتی تایتانیک دقیقاً همین سرنوشت رو داشت. اسم، ابعاد، سرعت، مسیر حرکت، حتی نبود قایق نجات. همه چیز با جزئیاتی باور نکردنی مشابه بود. رابرتسون بعداً گفت الهام گرفته از تخیل خودش بوده. ولی هنوزم خیلی‌ها باور دارن این فقط یک تخیل نبوده.